مکتوب به محبوب هایم. پس از حمد الله که کلید گنجینه های هدایت نزدش است و صلوات و درود بی پایان بر معلم بشریت و محبوب دلها محمد صلی الله علیه و سلم و به اهل بیتش که لایق دوستداری هستند و اصحابش که راهشان راه سعادت است. زمان به دنیا آمدم زبان گویا، گوش شنوا، چشم بینا داشتم. الحمدلله. پس از حیات پر از ذلت و گمراهی الله منان هدایتم را برایم ارزانی داشت. دوست داشتم تمام نفسم را و هوش و گوشم را خدمت در دین الله کنم، اما از کجا شروع کنم؟ به کی رسانم توحید الله را که از همه زیاد برایم در زندگیم مهم باشد؟ زیاد اندیشیدم. در جوابم این را پیدا کردم که پدر جانم و مادر جان محبوبم هستند که در این عمر کوتاهشان برایم زیاد و زیاد زحمت کشیدند، اما سبب نفس پر از دردم این است که آن کسانی برایم ارزش زیاد دارند اسیرند و غلامند و در گروند، نه اسیری که در زندان و نه غلامی که خدمتگار باشد. بدتر از این هست که دین و ایمانشان هر لحظه در خطر است. این توعیدهای دنیا در هر ثانیهشان تیر مکر به سویشان میفرستند. زیاد کوشش کردم، چی به واسطه تلفنی و چی به مکتوب و سلام و چی به اشاره و کنایه، اما این اسیرهای محبوبم را نتوانستم از این دام این شیاطین آزاد کنم. من باز هم کسی هستم که زبان گویا دارم، اما گپم را کسی نمی شنود. چشم بینا دارم، نمی توانم برای یافتم محبوب هایم را ببرم. گوش شنوا دارم، آه و زاری محبوبانم را نمی شنوم. روز در عالم خیال چشم گریان و قلب پر از درد ورق به دست گرفتم. قلم در رنگدان پر از غم تر کردم، ورقم را پر از آرزو کردم و در جویبار روان کردم. با خود اندیشیدم شاید از این سرزمین های هجرت آن سخنان به مادرم باید می گفتم، شاید روز به مادر برسد. چه عجب آرزویی که ثبت توحید را به مادرم تحفه کنم و روز قیامت به اذن الله شفاعتش کنم. مادر جانم الکی پیر شده است، آن هم مثل هر وقته در انتظار فرزند مجاهدش در لب جویبار نزد خانه‌مان زیر سایه منتظر می‌شیند. ورقی پر از امید فرزندش در آب چرخیده می آید. مادر جان پیرم با آن دست‌هایی که آثار پیری نمایان بود ورقی را گرفته گفت شاید این ورقی کسی باشد که برای مادرش مکتوب کرده باشد. اما آه چه عجب خیاله. خواند و در رخساره پیرش شکیده چشمکانش پر از اشک و الله را حمد می گفت و با تقدیر الله راضیم گویان اشک شادی می ریزاند. بوی می کشید، می بوسید و تبسم پر از مهر فرزند می کرد و سر به سجده شکر نهاده و گفت ای رب، درست است تو کسی هستی که امانتم را ضایع نمی کنی و تو او را از من قبول کن و از این امانت من کار گیر در راه خودت و ما را روز قیامت در جنت ها جا بده. ای رب، ما از تو هستیم و به سوی تو می رویم. چه نعمتی برایم نصیب کرده ای که توانستم فرزندم را در راه خودت تربیت کنم. ای رب، مجاهد من که شب تا روز آرزویش جام شهادت است، پس از خدمت زیاد در راه خودت جام شهادت را برایش ارزانی دار. پس سرش را برداشته رخسارش را که پر از برگ و خسهای لب جویبارمان بود نمایان شد. ای کاش بارش هایم رخسارش را پاک می کردم و ای مادری مجاهد دستکان پیرت را می بوسیدم. مکتوبم را گرفته به پیش پدر جانم دوان رفت و از شادی در کورتش نمی گنجید. گفت
ای پدر مجاهد مژده باد. ای پدر مجاهد مژده باد. امروز ما از اسیری و غلامی آزاد شدیم. الحمدلله. پدر جانم سر به سجده شکر رفت و می گریست. از آن سالهایی که در غفلت بود، از آن سالهایی که الله را به وحدانیتش نمی شناخت، از آن سالهایی که فقط زندگی را مشقت و رنج دیده بود، تکرارا الله را حمد می گفت. یک جای نعمت شکر توحید را می کردند. پس از درک این نعمت و وظیفه مسلمانی و خویش و تبارها، همسایه و نزدیکان دعوت و خدمت را شروع کردند و می گفتند: ای مردم، از الله بترسید. مرگ آمدنی است و قیامت آمدنی است. پس فراموش مکنید روز پیش الله می رویم. از این روزها پرسیده می شویم: ای مردم، عزت در توحید است، عزت در جهاد است. بس است بندگی طواغیت. الله را عبادت کنید، زیرا اوست ذات یکتاست که ذاتش عبادت می شود و شریعتش تطبیق می شود. پس بیاندیشید گویان هر روز خود را سپری می کردند. تنها آرزویشان این بود که الله منان تا آخران نفسشان با این نعمتی توحید مرگ با عزت نصیب کند و با فرزند مجاهدشان در جنت ها باشد. آه چه خیاله، چه زیبا آرزوی! از این سرزمین هجرت، از زبان مجاهد، قلب پر از آرزوی این موحد. ای مادر جان و پدر جانم، کاش می توانستم در عالم خیال نه بلکه در بیداریم در کنارتان می نشستم. الله را بر شما می شناساندم که تنها او را عبادت کنید و از کسی هراس نداشته باشید، زیرا من این نعمت توحید را فهمیدم که اگر شما درک می کردید و الله سلاحم را در دستم داده، کفنم را پوشانده و سوی میدان روانم می کردید. ای کاش می دانستید. زمانی که از خانه برآمدم، آخرین لحظه به اتاقم در آمدم، 2 رکعت نماز خواندم و سیر سفرم را به ربم گفتم. پس از اتاقم خارج شدم، پدرم را در آغوش گرفتم. هیچگاه آغوش گرمش را فراموش نمی کنم و دستان مادرم را بوسیدم و اشک‌های پر از آرزویش را پاک کردم و مادر جانم را بوسیدم. هیچگاه بویی پر از مهرش از دماغم دور نمی شود. پدر جانم و مادر جانم نمی دانستند از سیر قلب پسرشان و دعاگویان الکی در منتظر بازگشتم بودند. اما من در جستجوی حق برآمدم و الله را هم مرا به آن راهی که منتظر و آرزویش را داشتم رسیدم و پیدا کردم الله را هم. چه بزرگ نعمت بهتر از گنجهای دنیا! در آخر به پدر و مادر جانم می گویم: من راه خود را انتخاب کردم. این راهی است که صاحبش به مسافرش را یا به نصرت و عزت می رساند و یا به شهادت که هر دو پیروزی است. خوشبختی فرزندتان ای پدر جان و مادر جان این است که در حقش دعا کنید تا الله ثابت قدم نگاهش بدارد و شهادت را برایش ارزانی بدارد تا روز قیامت به اذن الله پرچم شفاعت را برایش ارزانی دارد تا شما را شفاعت کند. اگر الله نصیب کرد بار دیگر شما را از پیش ببینم، دعاگو باشید که سلاحم در کتفم با لباس مجاهدی و پرچم توحید در دست داشته باشم و دستهایتان را ببوسم و اشکهای پر از شادیتان را بارشهایم پاک کنم و یک جا سر به سجده شکر برای الله کنیم انشاءالله. و اگر الله منان جام شهادت را برایم نصیب کرد، روز قیامت در جستجوی شما می شوم. به اذن الله شفاعتتان می کنم و واخوریم در جنت الاعلی است انشاءالله. ای پدر جانم و مادر جان محبوبم. در لب جویبار مادر پیرم منتظر من می شیند، منتظر بازگشت جگرگوشه خود می شیند. از دوری من قامتش خم گشت و مویش سفید، با امید دیدن روی شهید فرزندش می شیند.
من که رفتم نزد الله بسپردمت ای مادرم. از رفتن من بر زیر عرش الله غمگین مشو ای مادرم. همراه پدرجانم نشسته اید و منتظرید مرا، من نیز در جنت الله منتظر شمایم ای مادرم.